روزگاری یک کشاورز چینی بود که اسبش فرار کرد. همسایه ها اومدن خونش و گفتن چه بد شد. کشاورز گفت شاید. فرداش اسبش برگشت و با خودش 7 اسب دیگه هم آورد. همسایه ها گفتن عجب شانسی آوردی. کشاورز گفت شاید. روز بعد پسرش موقعی که داشت یکی از اون اسبا رو رام می‌کرد افتاد و پاش شکست. همسایه ها اومدن گفتن این دیگه خیلی بده. کشاورز گفت شاید. یه روز بعد مامورای دولت اومدن تا جوانها رو ببرن سربازی، ولی چون پای پسر کشاورز شکسته بود اونو رد کردن. همسایه ها گفتن عالی شد مگه نه؟ کشاورز گفت شاید. حکایت اینه که کل طبیعت یه روند پیچیده است. هیچ وقت نمیتونی با قطعیت بگی یه چیزی خوبه یا بده، چون نمیدونی ته اون اتفاق به چی ختم میشه. شاید چیزی که فکر میکنی بده یه خیری توش باشه، یا اون چیزی که فکر میکنی خوبه در آخر بد تموم بشه. در صفحه ما محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. به خانوادمون ملحق شو.